بچه‌ها اگر خطی مماس بر دایره باشه در نقطه تماس بر شعاع دایره عموده. پس طبق این نکته زاویه A برابر 90 درجه هستش. الان ما یه مثلث داریم که دو تا از زاویه‌هاش مشخصه. از اونجایی که مجموع زوایای داخلی مثلث 180 درجه است، برای اینکه زاویه سوم رو پیدا کنم کافیه 180 درجه رو منهای جمع اون دو تا زاویه بکنم. این که میشه 153 درجه و اگه منها کنیم میشه 27 درجه. برای قسمت B سوالم باز از همین نکته استفاده می‌کنیم. چون AB مماس هستش در نقطه تماس بر شعاع دایره عموده، پس مثلث قائم الزاویه هست و ما میتونیم فیثاغورس بزنیم و تر به توان 2 مساوی هستش با 3 به توان 2 به علاوه y به توان 2. 25 برابر هستش با 9 به اضافه y2. 25 منهای 9 برابر میشه با y به توان 2. بنابراین y به توان 2 میشه 16 و y میشه رادیکال 16 یعنی 4.